توجیکستان گلشن عمرم بهشتم میهنم، هر دو عالم از برای من توی، با تو منم. تن اگر باشی تو جانم، جان اگر باشی تنم. کنده از خود میشوم، دل رو اگر از تو کنم. سلام بینندگان عزیز، هواداران برنامه‌های تلویزیونی صوت. نشر نوبتی برنامه محفل ادیبان جوان است تقدیم شماست. چون ما در جشن نوروز قرار داریم، سرآغاز همه اشتراکگران برنامه رو با این جشن اجدادی تبریک میکنیم و سوال نخستین همین است که جشن نوروز با ایجادکاران چی روحیه میبخشد و جشن نوروز در ایجادیات شما کدام مقام رو اشغال میکند؟ مرحمت اعضای محفل و روبر محفل. درود میگیم به تمامی بیننده های بسیار عزیز و ارجمند و گرامی تلویزیونی ساخت. در مورد نوروز البته نظرها بسیار گوناگونند و چون از ما سوال کردید که مثلا برای ایجادکار چه تاثیر میگذارد، نوروز یک ایده است، یک ایام است که همه چیز دوباره زنده می شود، همه چیز دوباره احیا می شود. من فکر میکنم که همون شاخه ها و برگ های احساس انسان ها نیز با فرا رسیدن این جشن بسیار مقدس برای ملت ما سبز می گردد و دوباره پرنده های الهام به گوشه خیال مثلا یک نفر ایجادکار پر می زند و نوروز البته فصل زیبایی است، فصل شکوفایی است و جوانان و ایجادکاران که این فصل را دوست می‌دارند. تشکر زیاد. جشن نوروز واقعا جشن نیاگان ما است و با شرافت استقلال دولتی و از تلاش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جشن نوروز دوباره احیا گردید و مقام بین‌المللی گرفت و امروز بخشیده به جشن نوروز در تاجیکستان فستیوال جهانی نوروز جوانان دایر گردیده شده است که در آن نمایندگان بیش از 25 کشورهای دنیا اشتراک میکنند و نظر شما وابسته به برگزاری همین فستیوال تا چند اندازه میتواند رابطه جوانان را مستحکم سازد و چی داده میتواند این فستیوال؟ آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آورد به مردم روزی سخت. اتحاد، همبستگی، صلح، وحدت، اینها در ضمیر انسان ها انسان دوستی را بیدار میکنند، انسان ها را انسان دوست میکنند. بزرگترین چیزی که خاص یک نفر انسانی بیدار دل است این محبت است و اگر در دل انسان ها مثلا محبت باشد، همیشه اونها میتوانند در همه حالت از یک گریبان سر برآرند و برای مثلا شکوفایی فردای درخشان کمر بندند. البته گذشته های ما با تمامی مردم آسیایی میانه مثلا یک برادری زیش داشت، یک مناسبتی بسیار گرم داشت و امروز هم محض همین فستیوال ها، همین مثلا چاربینی ها، همین واخوری ها باعث می شود که مردم با ملت های گوناگون آشنایی پیدا کند و از بزرگانی مثلا ملت های دیگر مثلا برادری و احترامی بزرگ سالان را مثلا برای خودش کشف کند و فکر میکنم که خیلی یک اقدامی خوب است، یک اقدامی بسیار سری وقتی است و بگذار وحدت باشد، بگذار میانی جوانهای ما دوستی باشد، رفاقت باشد دیگر. تشکر. در همین مورد اندیشه اعضای محفل میشنویم که همین فستیوال جهانی جوانان، نوروز جوانان چی داده میتواند برای جوانان؟ یعنی امروز از 25 کشورهای دنیا اومده در چهاربینی‌های نوروزی، در چهاربینی‌های ورزشی اشتراک میکنند. آیا میتواند رابطه جوانای ما با کشورهای عالم مستحکم سازد؟ برآمد. در مورد فستیوال جوانان گفتنی هستم که این فستیوال یکم مرتبه فستیوالی هست که جوانان را، فکرهای جوانان را به هم متحد میکند. چطوری که مرزا ترسوزاده میفرماید چون جمع شود 5 انگشت کردن به فرق دشمنان موش، گر انگشت جدا بماند هر موش کسنش تواند. واقعا هم در این فستیوال آزمونه که فستیوالی نوروزی که در شهر دوشنبه و تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است، نه تنها از آسیای میانه بلکه از خاوری میانه، از اروپا و آسیا، حتی جوانان بیش از 28 دولت دنیا
جمع آمدند. 129 جوان کشورهای جهان را بین خود این فستیوال متحد کرده است و مقصد اساسی این فستیوال در اون است که جهانیان را از عرف و عادتهای نیاگان ملت تاجیک واقف و شناس کند. هدف اساسی محفل همدلی و متحدی است و باعث قدر و یادآوری است که در عرفه جشن جهانی نوروز قدومی که پیشوای معظم ملت، فرزند فرزانه ملت به سرزمین برادر و دوست ما قرقیزستان گذاشتن، واقعا هم از این بهتر یک ارمغان نوروزی نبود. واقعا هم با شدن گذرگاه های سرحدی این یک ارمغان نوروزی است برای دو ملتی دوست و همسایه بود که واقعا هم این برای دو ملت این سال یک ارمغان نوروزی خاصه بود که این دو ملت با چشمون خویش دید و اون سرحدهایی که در طول 4 سال پوشیده بود، سرحدها گشوده شد که این یک تکان جدی بود که برای به هم آمدن ملت ها یک سهم بارز خویش رو میگذارد. تشکر زیاد. خب میروار بعدا با سری فضیلت های نوروز، سنت های نوروز برمیگردیم و حالا من میخوام بهر بینندگان از ایجادیات خود شما آغاز کنید وصف نوروز رو، بعدا از اون محفلی ادامه میدیم. مرحمت باشد. خب من میخوام در آغاز یک شعر از بسیار یک روبای سرای مشهوری ایرانی ایرجی زبردست بخوانم. میگه لبهای تو سوره سوره تصویر خداست، چشمان تو بیریاتر از آینه هاست، ای سبزترین 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 سیمای تو سینی هشتمی سفره ماست. خب همین لباسی بانوانی ما، لباسی بانوانی مثلا که لباسی که بانوانی ما در نوروز مثلا به بر میکنند، واقعا همین لباس به بانوانی ما یک زینت خاص میبخشد، یا عموما مردها و اون نفرایی که مثلا لباس های نوروزی به بر میکنند، این یک مثلا احترام و اعتقاد و یک نگاه خاصی اونها رو به نوروز نشان میدهد. خب برای شما دو رباعیت میخوانم. تبریک برای جمله این خوشروزی، خودسازی و نوپوشی و خود افروزی، حتی که درخت کوچه هم دوخته است، از برگ به تن پیرهنی نوروزی. نوروز به سینه ها قرار آورده است، بر چشم نگاه خنده‌دار آورده است، تا دامن کرته زمین سبز شود، باران به لطافتش بهار آورده است. نوید تازه گلی شاخسار آمدنی است، به لحن نغز پرستوی پار آمدنی است، به غیر مرده همه رفتوار آمدنی است. بیا بهار که با تو نگار آمدنی است، به خاندان محبت خمار آمدنی است. بیا که سرد روان است و باغ پزماند، بیا بلاله و پودینه یاس و ریحاند، که جوی بار سری 10,000 حیراند. بهار هم قدمت چشم سار آمدنی است، ساز و راز همان آبشار آمدنی است. 4 ماه که گلگشت عاشقان خالی است، 4 ماه که دی ماه در جهان والی است. نماد آمدنت مژده خوش اقبالی است، بهار با تو شباهنگ یار آمدنی است. بیا که صوت گلی چشم چار آمدنی است. و من در مورد بهار، در موردی که در این ایام بیداری طبیعت قرار داریم و در این ایامی که جوانان ایام جوانی رو به سر میبره، من گفتنی هستم که باز یک تا دیروز یک شعر رو ایجاد کردم که ما در این وطنی که زندگی داریم باید غم رو از سر بریم
ما باید همیشه با لبخند بهارانه زندگی کنیم. و در همین مورد به همسالان خود، به دوستان خود گفتنی هستم که تو به قصد غم ایام بهارانه بخند، تو به قصد غم ایام بهارانه بخند، مثل گلهای لبیب ها بهارانه بخند. نفس تند زمستان همه گلها را کشت، تو به جای گل بادام بهارانه بخند. تشنگی می کشدت لیک نبین مای بکس، همچو سرمست لبی جام بهارانه بخند. کور بینا نشود تا به رها شوی، گر بی افتادی به صد دام بهارانه بخند. شنو از مادر خود شاد بزادی موسی، تا که عمر است به فرجام بهارانه بخند. چون بهار میرسد، ما در فصل بهار خیلی جشن‌های زیاد داریم. سرآغاز از جشن مادران عزیز، بعداً جشن بین المللی نوروز جشن گرفته می شود و با تمنای آن که همیشه در روزگار رنگین مردم عزیزمان همیشه خرمی و نشاط و شادمانی باشد، یک چهارپایه را اهدا می سازم. هر روز سپید خیش نوروز خوانید، هر روز سپید خیش نوروز خوانید، با زنده دلی بهار گلدوز خوانید. از بخت و سعادت وطن پیر و جوان، از بخت و سعادت وطن پیر و جوان، افسانه شکر را هر روز خوانید. تشکر. خب مهرور، ما خوب میدونیم که زمانی که کودک بودیم، وقتی که نوروز فرا میرسید، از همه بیش کودکان شاد میشن، چون یک بخش اعظمی سنت های نوروزی رو محض همین کودکان انجام میدهند. و من از شما و اعضایان محفل پرسیدنی هستم که در نوروزهای گذشته چی خاطراتی با خود دارن؟ کدام سنت ها و کدام رسم و آیین های خاصی زادگاه خود در یاد شما باقی مانده است؟ خب در کوهستان مستشاه در دهه سبق که من در اونجا تولد شدم، مثلا سنت ها از قبیل مثلا گوشتینگیری، تخم جنگ و خروس جنگ و امثال اینها، مثلا لنکه بازی و بجل بازی، مثلا در جای ما این اشتولینگ بازی میگن و عموما در دیگه محله ها بجل بازی میگن. اکثرا مثلا همون سنت هایی که مثلا در دیگر جاها هستند در کوهستان مستشاه در عموما در زادگاه ما نیز هستند. فکر میکنم که اکثریت تمامی مردم همه محله ها و همون اون چیزهایی که مثلا من در زادگاه خودم میدیدم، اونها رو در دیگر مثلا قریب که در هر یک نوروزی که مثلا طولی که ما در مثلا شهر زندگی میکنیم، در هر محله ها ما مثلا قریب که هر سال میرویم و میبینیم، فکر میکنم اونقدر تفاوتی بزرگ نداره. مثلا اون رسم و آیینی که عموما خاصی خود نوروز است و در همه محله ها همون گونه مثلا جشن گرفته میشه. من با چه خاطر این رو پرسیدم؟ با اون خاطر که در هر یک گوشه تاجیکستان نوروز رو با طور خاص تجدید میکنند و همین بود که توسط میراثبرانش طول تاریخ تو به زمان ما آمده رسید و امروز هم با گذشت چند ساله ها ما اون رو در همان شکوه و شهامت پیشینش تجدید میکنیم و در دوام محفل از جانب مهمان برنامه ما دستپروری کالج صنعتی به نام صدیقخان حافظ شهر خوجند شریف جان رحیموف یک سرود دلاشوب پیشنهاد میگردد. بعدا ما برنامه رو ادامه میدیم. بیا کرشم از زلیخا، بیا کرشم از زلیخا و شه دلی ما را، چونان را بود که یوسف دلی زلیخا را
فیغان که مرغی دلم صید طفلی نادان است که بال و پر شکند مرغی رشته بر پا را سجودی خاکی رهش بردنم تمنا بود به خاک میبرند امروز این تمنا را جانم با اون تکلمی شیرین لبی که جان بخشد بدم زدن نتواند کسی مسیحا را شراری سینه مجنون زیاتشی لیلی کباب ساختم آهوانی صحرا را جانم کرشمه های غزالانی مست می بخشد فراغت از دو جهان عاشقانی شیدا را چی سود پندی کسان چون نمی برد زی دلم هوای قدی دلارا وروی زیبا را جانم حالا که جامی دل خسته خواستان کارا به شکل و شیوه سوارانی سروی بالا را داده سلام تشکر، صداتون خسته نباشد. بینندگان عزیز، یادآور میشم که همکاری بخش فرهنگی ما هستند کالج صنعتی به نام صادقخان حافظی شهر خوجند و امروز شریف جان رحیموف در این بارگاه معرفت تحصیل دارند و در جریان برنامه باز از آن کس خواهش میکنیم یک نمایش دیگر پیشنهاد شما میکنند. صحبت ما ادامه دارد در برنامه محفل ادیبان جوان. خوب میروار از آن نشر گذشته تا امروز در کارهای ایجادی از جانب محفل چی تغییرات ها با وجود آمد
چی رویدادهای مهم و فرح بخش خوب است. خب از محفلی گذشته تا محفل امروزه البته چندی از شعرهای اعضاهای محفل ما در روزنامه های داخلی و مجله های خارجی البته به نشر رسیدند و البته در این مدت شعرهای تازه گفتند، شعرهای نو نوشتند که این مهمترین قسمتی، مثلا مهمترین چیزی است که برای مثلا اعضاهای محفل ما لازم است و ما با اجازت شما حالا از اعضاهای محفل نوشته هایشان را بابت نوروز میشنویم. رجب زاده آمینه هستم، عضو محفل ادیبان جوان. فصل بهار آمد و ایام سبزیش گل، بیش گفته اند هر طرف یاس و لاله و سنبل. فرا می رسد نوروز هم پای فصل بهار، دشت و دمن گرفته گل و سبزه در کنار. پیش از عید نوروزی بانوان سرتردد، پاک می کنند خانه را از چنگ و از گرد و دود. در روز عید نوروز همه خرسند و خندان، در روز عید نوروز همه خرسند و خندان. هفت سین و هم هفت شین را می گذارند دسترخوان. چهچه پرنده ها به گوش آید زی هر سو، بازی دارند بچه ها در حولی و لبی جو. در این ایام نیکو ما از شادی می بالیم، نوروز جهانی را بس گرامی می داریم. نوروز نوا دارد، صد گونه دوا دارد، چون شیر و شکر ملهم از باد و هوا دارد. بنده صلح الدین مولان هستم، عضو محفل ادیبان جوان نظر رسید کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت. چنانه که امروز ما در یک مراسم یعنی جشن ملی یعنی نوروزی بین المللی قرار داریم. آمد بهار، یعنی بهار این خودش یک فصلی است که همه در جوش است. دریاها، چشمه ها. و من آرزو میکنم که الهام هر یکی ایجادکاران و تمام نوآوران همیشه در جوش باشد و این جشن اجدادی نوروز بین المللی را به تمام مردم شرفمند تاجیکستان مبارکباد گفتنیم. بهار آمد به ناز آمد خوش آمد، بهار آمد به ناز آمد خوش آمد، به دسترخوان باز آمد خوش آمد. به زور رستم و فر سیاوش، سوار اسب تاز آمد خوش آمد. به دشت و یاله ها باران نیسان، مهین و دلنواز آمد خوش آمد. به نزد عاشقی دلخسته لیلی، پی افشای راز آمد خوش آمد. عزیز مصر بر تخت ملاحت، دلیر و سرفراز آمد خوش آمد. برابر می شود گرچه شب و روز، شبی وصلش دراز آمد خوش آمد. زمان زحمت سرما بدر شد، زمان صوت و ساز آمد خوش آمد. به محراب جمالی بر کمالش، بشر بهر نماز آمد خوش آمد. بنده مغفرت نسیمی هستم، عضو محفل ادیبان جوان. میخواهم برایتان یک 4 پاره را قرائت نمایم. میلاد شید میرسد برخیز شادی میکنیم، روزی امید میرسد برخیز شادی میکنیم. پدرود ای برفی سفید بر ما قبای سبزده، بنگر که عید میرسد برخیز شادی میکنیم. مدینه قادرова هستم، عضو محفل ادیبان جوان. عطر خوب نرگس و صوت هزار، مژده آمد صبح پیک نوبهار. میرسد بر گوش از دوری دور، شرشر زلف سپید آبشار. خنده باغ پدر شد محتشم، کاکل زردالو را گلها قطار. پرتو نور است روی مادرم، با تمنای دل سبز بهار. رقص سوسن با گل نیلوفری، فیض می بخشد به گلبزم دیار.
نوروز عالم افروز، نوروز مهر افروز مبارک باشد و خدا کند که دل ما بهاری باشد، نگاه ما بهاری باشد به زندگی، ناوابسته از فصلهای دیگر. امسال بهار آمد، با خنده نگار آمد، وی از پس کار آمد، نوروز مبارک باد، فیروز مبارک باد. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، جشن اجدادی ما نوروز جشن بین المللی یعنی جشن جهانی گشت و چون این تشبث را کشور عزیز ما تاجیکستان عزیز پیشنهاد نمود، ما بر حق گفته می توانیم که تاجیکستان وطن نوروز است. بزم گل در چمن نوروز است، صوت غلغل فکن نوروز است، تا به گردون سخن نوروز است. تاجیکستان وطن نوروز است، نام نوروز و نسب نوروز است، اسم هر بخت طلب نوروز است. فصل ارمان شکنی نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. به مرادش همه دل داده رسد، به همه بخت خدا داده رسد، همه در پیرهن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. خوب میروار بر مطلبی بلند به سختی توان رسید، در کوه پیچ و تاب خورد راه بیشتر. برای اینکه یک شعر خوب ایجاد شود، برای اینکه در چهارچوبه همین طلبات شعر موافقت کند، اساساً اعضایان محفل با کدام شاعرای نامدار و نامور ما همکاری دارن؟ عموما در این مسئله نظر شما رو میخوایم بشنویم. سلامت باشید. خب محفل ما اصلا با ابتکاری ریاست کار با جوانان و ورزشی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت هر ساله قریب 2 مراتب 3 مراتب لگرهای آموزشی دارد که در آن استادانی با تجربه جلب کرده می شوند و در محفل های در همین لگرهای قبلی ما مثلا بودن معلمه سریا حکیم و بودن استاد سبحانی اعظمزاد بودن، استاد ملک نعمت نعمتزاد بودن، معلمه مطلوب بودن که مثلا هم نویسنده ها را هم مثلا شاعرها را مثلا درس شعر میگفتن و البته چون در شهر خوجند بسیاری از استادانی با تجربه، استادانی خوبی مثلا داننده وزن و قافیه و مثلا نازکی‌های شعر هستند، مثلا استاد آذرخش، استاد جویر یوسفی، خب استاد احمد جانی رحمتزاد، معلم بسیار خوبی ما گلنازی طاهریان، سریا حکیم و دیگر استادانی که مثلا عموما به شعر سر و کار دارن و شعر بنویسن، اینها به واسطه در برابر اون که مثلا در محفل در حضور همدیگر شعر میخونن و نظری همدیگر نسبت شعرشون میبینن، باز به یگان مشکلی میروند، از استادا مصلحت میگیرند و اینها همچنان عضوی پیوستی محفل همایون هستند که در محفل همایون بسیار استادانی عزتمند ما، استاد فرزانه و استاد آذرخش و اینها مثلا نازکی های شعر می آموزند و فکر میکنم که سیل به رهبر به دریا می رساند خویش را، شوق در هر جا که باشد رهبری در کار نیست. خب اینها همین شوق و هوسی جوانهای محفل ما به شعر البته خیلی زیاد است و فکر میکنم که اینها پیوسته کوشش میکنن با استادا همکاری میکنن. تشکر. تشکیل همین محفل ادیبان جوان هم بیهوده نیست، زیرا یک نقشه هست و من از شما همچون روبری محفل پرسیدنی هستم که در آینده چی نقشه هست؟ آیا بخشیده به روز جوانان یکم مجموعه دست جمعی از جانب اعضای محفل به دست چوب میرسد؟ البته ما قریب که مجموعه دست جمعی اعضای محفل آماده کردیم و همگی چند کارهای میده‌چویده‌اش مانده است. فکر میکنم که تا جشن روز جوانان این مجموعه البته به دست خواننده ها میرسد
و چاربینی های گوناگون، برآمدها و واخوری ها در دانشگاه ها و مؤسسه ها البته تا این وقت از جانب اعضای محفلی ما البته صورت میگیره. تشکر. از سنگ و آب و خور خودت افتخار کن، یعنی که از دیار خودت افتخار کن. و من میخواستم که اینجا وصف وطن کنیم، درباره وطن در مورد صلح و ثبات از اون محفل یا از ایجادات خود میتوانم پیشنهاد کنم. برآمد شروع از شما سر بگیرم. خب یک غزلی آخر نوشته رو میخوانم. آنچه از غیب به اندیشه من می آید، شعرهایی است که با نام وطن می آید. ذهن را پاک نگه داشتن از خس لازم، مرغ الهام چو مرجان به چمن می آید. هر که در مرز اگر کرد چو شیطان نیرنگ، جمله فرزند وطن سنگ زدن می آید. حفظ هر دانی مقدس به وطنبان شرط است، ورنه با پای خودش چنگ زغن می آید. تاجیکستان چقدر نام تو شیرین باشد، گنگ هم لحظه ذکرش و سخن می آید. اولا درباره صلح چقدر سخن گویم هم کم است، چون که سیاست صلح پرورانه که پیشوای معظم ملت امروز در تاجیکستان حکم فرما کردند باعث افتخار جهانیان است. با چشم هوس به سوی کشوری جوان ما می نگرند و هر یک قلم ما به هر یک خامه ما از وصف وطن آغاز می یابد. بیشک و شبه من برای وطن گفتنی هستم که ای خانه نور و روشنایی میهن، ای خانه نور و روشنایی میهن، با آب و هوای با صفای میهن، چون مادر انتظار راهی فرزند، از باغ به باغ در دعای میهن. تو مسکن خورشید نو و پرتو نو، در دامن این کهنه سرای میهن. با نام عزیز حسن به همتایت، با نام عزیز حسن به همتایت، در مغز دلم همیشه جای میهن. بر گوش دلم رسیده از هر در تو، آهنگ خوشی در صدای میهن. میراث 1000 ساله فرهنگی از دفتر جاودانه های میهن. خب فرصتی اون رسید که از جانب شریف جان رحیموف باز یک سرود بشنویم و بعدا برنامه ما ادامه یابد. از تن سری کارایش داری نشد، دور باد از تن سری کارایش داری نشد. بیشکند دستی که خم بر گردنی یاری نشد. در قیامت سر چیسان بیرون کند از جای بی خاک. سینه ای آن کس که داغی لال رخساری نشد. ای در نظر
شاهد ندارد دید از عالم بیپوش. کور به چشم که لذت گیری دیداری نشد. کور به چشم که لذت گیری دیداری نشد. صد بهار آخر شد و هر گل به فرقی جان گرفت. غنچه داغی دلی مازی به دستاری نشد. جان هر متاعی را خریداریست بر بازاری در ایاره. پیر شد زیبونی سارا خریداری نشد. پیر شد زیبونی سارا خریداری نشد. تشکر زیاد. اوضاع شما خسته نباشد. البته که اجرایش زنده از هر یک نفر مهارت بلند رو طلب میکند و هدف دعوت ما هم از شما برای اشتراک در این محفل ادیبان جوان باز هم برقرار کردن مناسبت دوستی میان شما و میان ادیبان جوان است و ما در آینده امید داریم که در همکاری با ادیبان جوان متن‌های روی آهنگ میارید که چندین سالها صدا خواهد بود. خوش آمدید. خب میروار آیسته آیسته فرصتی به برنامه ما جدا گرده و پایان میرسد. در خاتمه برنامه چی گفتنی دارید؟ خب سلامت باشید. اخلاص به کار شوکتی نوروز است. در کار برار شوکتی نوروز است. گرما و خزان و فصل دی را یابید. 3 ماه بهار شوکتی نوروز است. خب برای بیننده ها و برای جوان ها بخت، اقبال، سعادت روزگار و روزگاری پر از محبت را آرزومندیم. بگذار هر روزشان نوروزی باشد. بگذار همیشه در خاندان آنها همین شادی که در جشنهای نوروز می شود، این گونه شادی همیشه طنین انداز باشد. بگذار همیشه در خاندانی تمامی مردم تاجیک همیشه آواز شادی، همیشه طبل وصل، همیشه خرمی و خرسندی باشد و جوانا همیشه برای مردم ما همیشه شعرهای شادی آفر، همیشه شعرهای غم زدا و همیشه شعرهای ایجاد کنند که روحیه مردم بلند بردارن. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب بار دیگر نوروز شما، نوروز اهل اجزای محفل ادیبان جوان مبارک باشد.
بینندگان عزیز، اگر ما ساعت و روزها در وصف نوروز، در ستایش نوروز گپ بزنیم کم است، چون نوروز یک ایده است که در خود خصوصیت خاص دارد و در همینجا فرصتی به برنامه جدا گردیده به پایان میرسد. بهترین نعمتی که ما داریم صلح و ثبات است، پس برای پایداری آن باید کوشش باید کرد. نوروزتان مبارک همدیران عزیز.